یک پیرمرد با پسرش در حولی در تاریکت نشسته است. ناگه یک زاغ آمده در بالای درختش می نشیند. پدرش به او می گوید پسرم این چی هست؟ پسرش می گوید که این زاغ است. از بین یک دقیقه می گذرد. پدر باز می پرسد پسرم این چی هست؟ پسر می گوید پدر نام گفتم که این زاغ است، زاغ. پدر بار سوم پرسید پسرم این چی هست؟ پسر خیلی عصبانی شده و گفته پدر گفتم که این زاغ است، زاغ است، زاغ. پدر از جای خیست به خانه در اومد. در خانه یک دفتر داشت که 42 سال از بین گذشته بود. در آن دفتر کودکی های پسرش را نوشته بود. گرفته به نزد پسرش آمد گفت بچم ببین تو 3 ساله بودی وقتی که در همین جا نشسته بودیم زاغ آمده در طور این درخت نشسته بود و تو از من پرسیدی پدر این چی هست؟ من به تو گفتم این زاغ است. 27 بار از من پرسیدی، من با مهربانی بر تو گفتم پسرم این زاغ است. چنانه میگویند پدر که پیر شد و به قدر می شود امروزها همین شده است. پدرمان به پیران سال می رسد او را قدر نمی کنیم، او را حرمت عزت نمی کنیم. برادران عزیز جان خود را برای پدر و مادرت بده چون که آنها جانشان را برای تو داده اند. بهشت ما این در زیر قدم پدر و مادر است. پدر و مادر را حرمت و عزت کن تا اینکه فرزند تو را حرمت و عزت کند. حتما با دعا باشید.